به نام خداوند مهربان. مهمان امروزه ما فضلی آماج است. فضلی آماج استاد دانشگاه سلام در شهر کابل بوده و در مسائل حرکت‌های اسلامی در جهان پژوهش‌های دارد. خوش آمدید آقای فضلی به شهر استانبول ترکیه. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چند پیش حزب ممنوع و همچون یک سازمان تروریستی اعلام شد. به نظر شما این اقدام حکومت تاجیکستان چی پیامدهای دارد و در عموم به این اقدام چی بها می‌دهید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و خدمت بینندگانتون. بدون شک قرار گرفتن فراروح جریان‌هایی که خاستگاه مردمی دارند، با ویژه جریان‌هایی که معتدل میانه‌رو و اسلامگرا هست، در واقع خودش فربه کردن و چاق کردن جریان‌های افراطی هست. مثلا ما در افغانستان شاهد هستیم وقتی که جریان‌های معتدل و اسلامگرا مثل جمعیت اسلامی افغانستان و دیگر احزابی که تفکری معتدل و میانه‌رو داشتند، تفکری که باورمند بودند که میشه با دیگر دنیا هم در کنار مسلمان بودن زندگی کرد، وقتی دنیای غربی را به نوعی برای خودشان به زور دشمن احساس کردن، دشمن ساختن و فراراه حکومتشان قرار گرفتن، اما ثمره و نتیجه ای را که گرفتن معکوس بود. نتیجه این بود که جریان‌های افراطی و متحجری به وجود آمد که هیچ کسی را به رسمیت نمیشناسه و تر و خشک زندگی را سوزان. بدون شک معنا شدن و معنا کردن و تروریست خواندن جریان‌های اسلامی معتدل مثل جریان نهضت اسلامی که رهبریش استاد مهی‌الدین کبیری به دوش داره، در حد معلوماتی که من دارم یک جریان معتدل و میانه‌رو هست که هیچ گونه خشونتی از او در طول تاریخش سر نزده و این خودش باعث از این میشه که حتی افرادی که شاید خود متعلق به این بودن جریان‌های، افرادی که اونها به اصطلاح به شعار و به آرمان و به اهداف و به برنامه این حزب باور داشتن که یک برنامه مسالمت‌آمیز بود، شاید اونها تجدید نظر بکنن که نه، ما داریم به این نتیجه میرسیم که جریان‌های اسلامی معتدل و میانه‌رو به هیچ صورتی برایشان اجازه داده نمیشه که کار بکنن، فعالیت بکنن، چنانچه این تجربه تلخ بدبختانه مسلمان ها در شمار دیگری از کشورها هم داره. از جمله شما در مصر شاهد هستین که وقتی جریان معتدل و میانه‌روی به وجود می آید و غرب به نحوی غیر مستقیم در پشت سر این جریان کودتا میسات میشه، در واقع اینها کلش تغذیه کردن جریان های افراطی هست و یا در واقع نوع پیامی بسیار واضح روشن برای جهان اسلام دادن است که شما اگر در کنار جریان های اسلامی قرار بگیرین، این جریان های اسلامی و معتدل قدرت ها نمیگذارند که از مجراهای مسالمت آمیز و از مجراهای مدنی به قدرت برسند. بدون شک معنا کردن جریان های معتدل و اسلامگرا فربه کردن و چاق کردن جریان های تروریستی و افراطگرا هست. سلامت باشید.